خواندن به طرز اخبار. سلام علیکم. کارمندان میلیسا با گمان دست داشتن در تشکیلات موجودات غیر قانونی به طرز کلابی بنا با ائتلاف دفتر مطبوعات وکیده تاجیکستان به طرز خوگندی گمان بر شده به مقصدی به مهاجرین مهنتی فرستادن و به طرز فامیلی شهروندان جمهوری در خارج کشور در بنای ارمغان واقع در کوچه گیره کرده گفتنم به شاید سپاس غیر قانونی به داشتن اجازه غرمی من کم که وزارت مهنت گفتم که با شکر اهالی جمهوری تاجیکستان شهروندان زنی 32 ساله را محکم کردن جمع کرده بود دیگه شما در مورد 24 ساله سکان شهر حصار با مقدار 1000 بدر خندیده 1000 پول گرفته با نام برده این همه مهاجران مهنتی به اروپا فرستاد. یه بار دیگه اخبار سلام